خب برای میلیاردها دوباره کلیک کلاس نیو اسکیجل ریبا رو سرچ میکنم، انتخاب، میگه از اینا چیا رو میخوای، من میگه فامیلی تایپش رو میخوام، بعدش ریوارد تایپ، این چیزیه که خودمون پارامترش رو درست کردیم. بعدیش دبلیو پرمتر هم داشتیم، اونم میاریم. بعد یه بار لنس هم میخوایم، بعد یه کوانتیتی هم میخوایم و یه بندینگ دیتیل و وزن میلگرده هم باید دوباره یه فیلد خودمون درست کنیم از جنس سازه، ویت، میگیم بالانس، وزن میلگرده میگیم 100 در دبلیو پرمترش، بالانس چرا میخوام یه بار دیگه دلیل ریبار استیچنال از نوع ویت میگیم برابر با بالانس ضرب در دبلیو پرمتر. اوکیش. حالا میگیم بچه هست بی صورتش کنم، یه اول فامیلی، نه این فیلتر مصفحه میکنم، اول فامیلی، بعد بالانس، بعد اینجا میایم طولمونو دبلیو پرمتر به کیلوگرم میذاریم، بالانس هم به سانتیمتر میذاریم، کوانتیتی فقط اینو توتال میذاریم، دبلیو ریبارم توتال میذاریم که همشو محاسبه کنه. فقط یه موضوعی که مونده این تیکش هم برداریم، گرند توتال هم فعال میکنیم. دیگه چی؟ اینو فقط بده بالاتر. به نظر میاد همه چی درست بشه. بالانس، ریوارد تایپ، این رو هم بالانس هم توتال بزنیم، یه توتال هم از کلش به ما بده. همین. اوکی. بله ببینید که اومد و وزنها به کیلوگرمتون زده. این فرمتینگ دبلیو ریبار فیلد اینجا کیلوگرم فورس. اوکی. و الان سنتر هم میذاریم برای همشون. الان تکمیل شد. خب ببینید اول فامیلی رو گذاشتیم، بعدش این ریوارد تایپ رو گذاشتیم و این که بعد ریوارد تایپ تعدادش و بعد تعدادش وزناش و بندینگ دیتیل، اینو توی شیت میبینید. همین. مرحله بعدم میریم که یه شیت درست کنیم.